نمیدانم برا یکی بخند گیلا برای یک چند دقیقه چوب کنم مکتب برم چوب یک چند دقیقه کمی مغزم آروم شه نمیدانم برا درس را یکی نگید بده چی؟ درس را بکسه یکی نه آبون چه توی تا بیارفی چی دارم بودم بیونی سرکی بده بابا اگه تکیم نکنه گرد نستیم با خمول رو زنه چند دقیقه انصاف رو بگذن طرف به طرف تبلا میزنه و میخونه نمیشم مگر بیدو کن مثل مرد و یک تک میکنی کیه؟ تک میکنم چه در اونه میکنی؟ بچه کاکا شام مات سرگی چوب کو کمی عباس اشتنیم نوالشتنی خیلی سلامت سرکو تو بموجو تو کو نام خدا به مکتب میری عقل کمال بگذار که ما یاد نداشته باشم که من نرفتم به جا اشتنی شما اشتنی عباس خیلی تو تک تک میکنی درم بدونیم همسایه شاید در نامه بمی هنوز ساعت 8 بجه نشده درم بدونیم خیلی مردم گله اول آرام تک تک کردم اول آرام تک تک کردم جواب ندیدم دوباره محکم تک تک کردم سکو عقل کمال یادی که به خدا یک بالشتی به تو بزنم که تا یک مستر تو مثل سلو بری بچله تو اینجا که اصلا فیشته در بدون تبلا میزنی و میخونی من هم بخیر نمیگذاری همسایه به عذاب نمیشم به تک تک درس رو همسایه به عذاب میشه نه یک بار تک تک میکنه ایتا سکو بس تعطیل شد تو مرتکه بیایی سکو از گله خون یاد گیر تک تک درس رو گیله خون یاد گیر گله کدکی چیزی که یاد نمیگیریم همه درس رو یاد گیریم اشته تک تک کنم یه آفرین چای بیار شما نه چای نمیخورم تلاخه سکو گله من پیار مرای کردم برات تو ما امروز کوکشی داریم گفتم گله کر بگو بیا خودم امروز کمک کنه خیرات بچی کوکو منی چیکار میشه خب بیا امروز خودم کمک کن کوکشی داره آه خیر باشه میره گپ نه کجا میرم کوکشی با خدا لنگا و نمیره چره ما برم از اینجی ته سر کل خود پار اکا کنم نما شما بیام 3 ساعت پیش نانه خود گریه کنه که کتری دیو کنیم که من سر خور بشیرم تا به صبح مخور مثل مرغ بری بخورنم آخر هم کاکا من نشینه که کاکا منه اما جو کلونی هست با بزی کن باله خلتیر شم آقا خیبور دیگه تو من گپ یاد داری نمیدونم تو برو خود از اینکه به خونه شیشه بیکاری ساعت تانتی میشه دیگه جد بکن یاری داری براری داری خود تونی چرا نمیدونم کاکشی نمیکنی که ما بیان کاکشی کنم خب پیار موبرار من هستم خود ممالی میرم به مکتب میرم تو بیا خود اینو کمک کن چکار میشه؟ بعد بکامونه واسه خود اینو هست میگن کام وخی نمیتونم بابا من برم زلمشم سکو میره خوب کوکاما بگو بفهمی جایی که بره مگرم پول بستونه بگو یک نماشون گوشو یک دایوستی هم دست بده نه بابا با پیار کن میگم پولم دایوستی بیستی بس نده 3.5 ساعت بله گیلا تو خیال میکنی حالا بداری باو با خدا عظمی دو قربون تو جربتی که تو 3 ساعت پول بده عظمی دو قربون به زی طرف موشیا شدم 3.5 ساعت دیگه با 3 ساعت کار نکنی 11 تا پینجه میشه خواهی ما کار چی میگم نمیره خیال میکنی بابا ما زلمشون گردانم من باشه به تخته برو زلمشون برات من نگرد برو برات کار خوشحال راست میشه تو چهارشنبه برو چی؟ حالا بیام چیکار کنم بعد بابا من زلمشون من میگم من نمیتونم من که سوریه اول جا کنم مثل اینکه میشه بری بفته کن به من نفته کن تو به می ایکل تو مگر مالی هم هر کاری بری دنیا باشه تو بتونی مکار انجام ها حالا تو بیا غوری بگذار بری دنیا تو هرچی غوری پوره بیار بگذار که خلاص یکی نون خوردن یکم در سر تک تک کردن به ما خوب یاد میده خلاص خدای وریستی خوب اما مردم قدیم هرچی نمیگفتن گیلا چی میگفتن؟ راست میگفتن چی میگفتن؟ میگفتن دود از کنده پیده بلر میشه ما به کل کنده پیده از تو تنه تونه بفهمیدی؟ به کل همین دود از کلما بیرون تنه خود به بیننگی کرون کرده سیکو آن شما در چی میگم نمیره دیگه برو گوکام هم بگو بگم ایتا زد کرده چکاری؟ چکاره گیلا؟ عباس بگیری بشی که بعده سرقی بشی برو سلامو بیلیشو برم چی اقا مادر بشی تایی مادر پیار که بیننگه بگم بابا مرد گلک رکنه گلک من
ایسا خواه خبو خب تو بسیار نه آقا این نامه نمیدن خدا اسم داره ایسا ملکه که سلام نکنه خدا تو پوست بکنه شما سکی بود چون کامرم دخ کرد برم بقیه بستم که دیخ شده به من میگه تنی بینن نبینن گیم راست میگه دیگه راست میگه تو تنه تونه تو هم میگی تون کندی پیوده چیه با؟ راست میگه تو دست کندی پیده بدر میشه من کندی پیوده یم آگ به سرتشه این ماشاگل بمیری سفید خونجگار استاشون کار جمع میکنه تو نمیتونی بری نه چی جمع میکنه؟ تو چرا به من کندی پیوده میگی؟ حضور اصلا خراب کردی ما کاکا ماما میگم کاکا خوشاگل هم میگم کندی پیوده بفهمیدی؟ هر چرا می سفیدتر میشه زور قوت هم بیشتر میشه نمیشه تو کلام تنه خو بی غیرتی کمون کنه نه بی غیرت اصلا از من بی غیرتم کندی پیوده صبر کن بابا هم یک دو تا کارگر میگیرید که میام آدم اینا جا میکرد اینا خاک و دلخت داره من نمیتونم حالا اینا رو کش کنم اکسره چه کنم هیچ وقت همین کار ما خلاصی نیه حالا کی با خلاص بابا رودری کو این کار خلاص شد چکار کنیم ما بابا از میگی جمع کو بیا زدن دستم زود باش فقط میگی یعنی بابا من نمیتونم بابا هر کو خاک دلخت از اینا اضافه می چی کار کردن نمیتونم بابا ما دست عمر خودمی کارار بکردیم حالا به تو میگم بیا امینا بیار بدم دستم باز میگی من نمیتونم یاری بابا من نمیتونم دیگه هانی نه بابا همه خاک دلخت اینا خاک دلخته مثل که ما آدم نیست شما اختیار خود داریم من کار کردن نمیتونم درولو خجالت کش نه شما من امروز کار کرده خجالت کش اقیافه خو اتری خو یعنی مشت پیرمرد کار میکنه تو بالا زده که کار کنی یه پیرم اختیار خود دارم من میرم یک 10 دقیقه سر خو میگذارم بیا بچه جمع کو بیاره نمیتونم بابا کار کردم من میگم 10 دقیقه تنیر سیکو مشاگور رسیدن که یو در کنده پیده و در میشه برای گب نگرد ایو بچه کاکای یکیم بابا من به سرا میرم بابا میگم بیاید من میرم به سرا سکم اگه چای مایی بود به شما بیارم با خدای فنون که تو میخوری نمیتونم بابا قطع سیکو خواری سیکو وای 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 ایو بچه کاکای گیلگ یکیم دیگه ما عمر خود زحمت کشیدم خیری کشیدم جگر خوربه کندم بیاردم ایتا چیزا بیننگی بخوردم وای 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 بچه تربیه کردی که مشاگور واقعا بچه تربیه کردی برای گب نگرد واقعا یو در کنده پیده و در میشه ولی ما شما انگار که کنده پیده این این جوانا حالی میفهمی فقط ماین که بخورم فقط سی خوردن خونن که نون بخورم چای بخورم کاکه بگردم میگم 60 سال عمر خود جون دادم این بیاردم بخود امرو برات بچه کاکایی کردم که بیا 2 ساعت خودم کمک کو راست بوده که دو در کنده پوده به در میشه میفهمی و همون تا پیرمردم هایی که بدم از این کارا گیر کنه اینا با عمر خود بخودم و بخبیدم راست میگه کوکو وای üfek pak bosoktu بابا الان معلوم میشه کنده دود بکنه یا نه نمی که میگم دود کنده پیوده و در میشه همی معلوم مقاره بشه همی سر کنه آیا واقعیت داره یا نداره یا همی ترک به خود خو میگه این کنده پیوده دود خوکه دود کدگه دود میکنه یا نه دود میکنه یا نه دود میکنی یا دود نمیکنی دود میکنی یا دود نمیکنی مگر من امرامین معلوم کنم که کنده پیده چقدر دود داره آیا دود میده یا نمیده چه کار میکنیم بسی گرمی آتش در دادی این آتش در نداده این ما معلوم کنم که سر کنم آیا همین کنده پیده که میگه دود میکنه همین واقعیت داره یا نداره
آخه برارم این همه میگم دود اکندی پویده برمیخزه حالا کم با من ببینیم که راست یا دروغه یا یه همی تقبی تو آتش داده که دود کنده پویده رو ببینی آدقه نمیبینیم چقدر کندی پویده ما چون تو دیونه شدی تو چی رقم آدمی این پرشکار به دم از این باد آتش باد ور میداره میبره بالا خرمن میندازونه خرمنای که همه نست بیروت در میگیره و جنجال میگیره حالا ما هم انظامه خرمنا شما مسون که خب برو برای کار خورم از مار به کار ما بگذار تو هم اینجا استاده یمی کنده ها سعی میکنه که دود میکنه من مگه یمی گفت معلوم کنم ما بفهم کنم دود اکندی پویده اشتا برمیخزه یار تو پاک سرقی شدی شما مردم سرقی نیم ما سرقی این مصابات تو مگه ببرم به مرسپین به خیر پوشی شما رو کجا ببرم من باید جا من مثل تو که دیونه نیم که به سر را و سر باد بگیرم آتیش دادم که تماشا کنم که دود اکنده شما مگه ببرم به پاکستان چی که پاکستانی عقل شما نمیکشه نهیه یار مرتو سر که اینجا بیا تو ما کجا کودگا کن نمیتونم بابا من کار کرده بون مردم باور کن از چند بجه صبح تا حالا می کجا میکنم خود ننزم بگه بیا کار کن بابا دود کودگه آخ مرد شما آتیش شاد بگیره دودم مرد میکنم کو کندی پویده هیچی ما معلوم کنم آیا همی کندی پویده دود میده یا نمیده همین من گره بفهمم هر کی میرسی میگه دفت مفنجی برو کاکا بلد کار خو دود کندی پویده برم میشه همی کندی پویده به چیه که دودی باشه نه من نمیگم شما بگم میخنده تو گپا کسی نمیزنی فقط گپا پیار مامان امروز با سر خرمن از صبح ما خودمون کار میکنه چی میگه برو برات کار خود تو در کندی پویده بدر میشه یک گپا نمیشنم که سر مشاق بدر کنه آخ من کندی پویده بگیره که پویده دود نمیده از صبح ما کندی پویده آتش میکنم گردن ما بر هرمیل دود میگیره همه خاکستر میشه میره برات کار خود اینا دروغ میگن نمیفهم پیر شدن اعصاب از اینا کار نمیکنه قاطع شده بعد میاد ما که میره به سرال خو میشه اونا تماشا هم تلفن میزنم کی به گپا دینا که نماز شام قریب رو بمان کن دلم جولان زد و یاد وطن کرد آی نفهمیدم پدر بود یا برادر بله نگاه شیشته آتش میکنی و چاربیتی میخونی چی خبره؟ چکار کنم ماما شاور ما هم سعی کنم هر که میرسی میگه برو کاکا دود اکندی پیدا بده میشه ما معلوم کنم سعی کنم همین گپ راسته یا نه من که به پیش خود خو میرسم میگم بابا همین کندی پیدا که هسته با دودی به کجا که این دود بدشه یک دیگه میشه خاکستر میشه میره برات کار خود تا گپی بزنی میگه حالی زمانی که جوانا بیده بگذشته آلی دقیقی پیرمرده آلی ایت ماما شغل من مگر یمی گپ معلوم کنم که آیا راسته یا نه یه که میرسه همی تا گپ میزنه این که راسته این تو نفهمیدی چی واسطه با شما میگیم راسته آخه همی کندی پیده چیه که دودی باشه این با آتش نگفتم پری چی گفتم؟ این به همی آدم ها قدیم گفتم به همی جوانا حالیه اشته جوانا حالیه صبح رد گیلگ رای کردم که بیا کاکا ما امروز کاکشی داریم گفتم به تو پولم میدیم بیا خودم با کجا کو گفتم من نمیایم خود به تازه خاکا و پاها و باد و دولخ مد کس نمیگم گفتم مفتا نیا به تو سینیم ساعت پولم میدیم نمون بچه خود نورالله گفتم بیا بچه من نورالله بیام و 10 دقیقه بستد ما نوروز همه جگاه کجا میکردیم به تام و افتوا و تام و خاکا بیام و دیکان تا به جلو ما پیش رو کن بابا من میرم برات کار خو میرم پدر ما به تازه خاکا طاقت کرده نمیتونه اون میگم دود کنده پوده بیرون میشه نه آتش دیگه بیامیدی به سر را روشن کردی که دود کنده پوده ایشتا بیرون میشه خوب پا این مسئله که مردم میگن ای پا این مسئله ها دیگه از اون جوانا حالیه و پیرمردا قدیم پا این ضرب المثاله ها این دیگه نگفتم تو آتش روشن کو
ما یک ساعت ماما شغل بیام و دومی جگا آتیش در داد و ماست ممید معلوم کنم که همین دود اشتاق کنده پیدا به در میشه نگی ای مثلا مثل آدم هایی که بعضی نا غیرات اینا بیشتر بعضی نا غیرات اینا کمتر و تنبلتر ای همین مسئله همین مسئله هست که همین آدم ها قدیم سخجون هم کارکون هم زحمتکش کارکشته هم این به چه حالت هیچ کاری کردن نمیتونم خلاص هم که اما هم بخورم و چه این مسئله که جان دل جگر خور نخور که ایچی وسطه هیچ وقت هم نخور وای تو خوب سکو من 2 ساعت میشه خود کلوان کردم با آتیش آخیرا این راست میگم و مشاور در من بعضی از این جوانا همی جوانا حاله همی ایمنی هم که دل نهست لغمه که به دانه خو میکنه یا که دیگه به دانه نکنه راست میگم